سلام دوستای گلم. در خدمت شما با آشنایی با ضمایر مفعولی مرتبط با چترتیسکلون. ببینید شما یاز، تی، اون، اونا، اونا، اونو، میدوا، ویدوا، اونا دوا و می، وی، اونی اینا رو یاد گرفتید. خب فرض بر اینکه شما اینا رو یاد گرفتین، بتونم گفتم مهمترین هاشو برای سطح در کتاب بخش اول کتاب اول مهمترین ها رو یاد بگیرین که همون یاز هست، تی هست، اون، اونا و می، وی و اونی. خیلی خوب، حالا میخوایم ببینیم مثلا وقتی من میگم که یک مثالی اگه من اینجا بزنم و بگم که مثلا یاز امام کینیگو، یاز امام کینیگو، من یک کتاب دارم. من به جایی که بگم من یک کتاب دارم میتونم بگم من اونو دارم. ببینید مثلا فرض میکنیم که شما به دوستتون میگید که من این کتاب خیلی خوبیه و دوستتون هم میگه من که دارمش. این دارمش، اونو دارم، اینجا در زبان اسلوونیایی وقتی که مفعول مستقیمه میاد ضمایرش تغییر میکنه. پس میگم یاز امام، به جای که نگاه میگم یاز امام یو. پس تو جدول نگاه میکنیم و به جای هر کدوم از اینها من سعی میکنم با یک مثالی این رو بهتون بگم. مثلا میگم که چی شد؟ میگم که یاز ویدیم، میخوام میگم من تو رو میبینم. یاز ویدیم ته، یاز ویدیم ته. اینجا نمیتونم بگم یاز ویدیم تی، اشتباهه. یعنی اینجا اصلا دیگه اسمی نداره که جاگذاری ضمیر داشته باشه. من میگم من تو را میبینم، مثل فارسی من و تو هر دو ضمیرن. پس یاز ویدیم ته. خب اما کنسه مثلا تی ویدیش می. البته اینا فرم کامل هم دارن که مثل ت به منه، ولی خب الان نمیخواد بدونید. پس تی ویدیش می، حالا تو همین سطح. خب بعد گفتم که مثلا یاز امام کینیگو، گفتم به جای کینیگو میتونم بگم یاز امام یو. خب به جای در واقع مؤنث بود، پس این اومد شد یو. یاز امام ستو، یاز امام ستو، من یه صندلی دارم. یاز امام گا. حالا من یاز امام اوکنو، من یه دونه پنجره تو خونم دارم. یاز امام گا. پس این اومد جاگذاری شد به جای اسامی. خب حالا اگر که من مثلا بگم که یاز امام، مثلا فرض کنیم کنیگی، من دو تا در واقع کتاب دارم. پس این بود یاز کنیگا، دوتا شد کنیگی. میدونین دیگه چرا. خب یاز امام کنیگی. حالا به جای این کنیگی من چی بذارم؟ چون دو تا کتابه، راجبون دو تا کتاب حرف میزنم. یاز امام یو، یاز امام یو. میان اینجا نگاه میکنین میگین کنیگی، پس این فرم دوینا تو این حالته، پس اومد چی شد؟ یو. خیلی خوب. یه چیزی رو هم اشتباه نکنین، این نوشته که مثلا اینجا براتون نوشتم توی ستون اول برای اینکه بدونید که این در کجا جایگزینی چی شده، ولی در اصل این جانشین اسمی میشه که حالت دوتایی داره. پس اینو خاطرتون باشه. حالا میخوام بگم که یاز امام ستولا، من دو تا صندلی دارم. حالا اینو چی بگم؟ فرقی نمیکنه مذکر مؤنث، بازم یاز امام یو. حالا من یاز امام کنیگه، من چند تا کتاب دارم. یاز امام ای. پس اینجا یاز امام ای، درست شد؟ و مثلا من یاز امام چاسوپیسه، من چند تا مثلا روزنامه دارم. یاز امام دوباره ای، درست شد؟ پس در اینجا هم من از همین فرم استفاده کردم. خیلی خوب، این از این. بعد ببینید این ناس واس هم مهمه.
ناس و واس هم مهمه. و از همینجا ما میریم به یکی از همون کاربردهای دیگه در واقع چترتیسکلون یا اسکلون چهارم. وقتی که میگم چیزی برای کسی هست میگم زا کوگا. خب میگم که تو یه زا، مثلا میخوام بگم این برای کسی یا برای چیزیه. مثلا میگم که تو یه زا ته، این مال توه. تو یه زا ته. البته بهترش اینه که بگم زا ته، برای اینکه بعد از اینکه حروف اضافه باشه فرم کامل ضمیر به کار میره، ولی شما حالا این رو هم من اینجا براتون بگم. خیلی خوب. پس مثلا میخوام بگم تو یه زا ماما، این برای مثلا مادره. یا مثلا میخوام بگم توی زا براتا، این واسه برادره. خب توی زا براتا اینجا پس چی شد؟ زا کوگا واسه یکیه و این آ رو هم که میدونید به خاطر این گرفته، این هم که اوه به خاطر عدشون چترتیسکلونه. خیلی خوب. مثلا میتونم بگم که توی، حالا تویه میتونه مثلا یک کتابی باشه که مال یک کسی. توی زا مثلا پریاتلیه، این مال مثلا اون دوستانه. دوباره هم که این مثالش میدید چرا. خب پس این زا هم یکی دیگه از اون کاربردهای چترتیسکلون هستش که اینم بگم اینجا در واقع تمام بشه. اون چه که مهمه توی این جدول شما یاد بگیرید رو، البته بهتره که همه رو یاد بگیرید، ولی اون چه که مهمه رو من براتون هایلایت میکنم. اینا در واقع مهمن که شما یاد بگیرید، بقیهش رو بعداً به مرور زمان یاد خواهید گرفت. اینا رو هم که قبلا یاد گرفتید دیگه. پس توی مثال هایی که شما توی کتاب خواهید داشت، من سعی میکنم گفتم باز PDF تمرین آماده بکنم براتون، این هستش که شما همیشه باید جاگذاری کنید و بنویسید که مثلا من کتاب دارم، بخوام بگم من دارمش، اون چی میشه؟ من آن را دارم، به جای اون چی بذارم؟ مثلا من مداد دارم، به جاش چی بذارم؟ درست شد؟ پس این هم از درس در واقع ضمایر مفعولی مستقیم. خیلی خوب، خسته نباشید. ما پشتکار برین جلو و حتما هم موفق میشید. آدیو، سی ویدیمو.